نام خدا. ملاقاتی بین شیخ الرئیس ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر صورت پذیر. شیخ الرئیس فیلسوف بود و ابو سعید ابوالخیر عارف. بعد از ملاقات شاگردان شیخ ابو علی سینا از او پرسیدند که ابو سعید ابوالخیر را چگونه یافتی؟ ابو علی سینا گفت آنچه را که ما می‌دانیم او می‌بیند. شاگردان ابو سعید از او پرسیدند که ابن سینا را چگونه یافتی؟ گفت آنچه را که ما می‌بینیم او می‌داند.